آقا امر کردین خدمت برسم. آقای لشکری چی کار کردی؟ من به شما اعتماد کرده بودم. امکانش هست تنها صحبت کنیم؟ وقتی صحبت عدالت به پستو کشیده میشه نتیجهش میشه همین بساطی که کاش میمردم و نمیدیدم. آقا من عمل به وظیفه کردم. دستور اولیه شما هم غیر از این نبود. من امر به ظلم کردم؟ امر به مصلحت فرمودین آقا. مصلحت یعنی چی آقای لشکری؟ یعنی وقتی از دولت مستقر تا کف خیابون 70-80 تا حزب و گروه دندون تیز کردن برای ضربه زدن به انقلاب، هر حکمی علیه جریان انقلابی نگران کننده است. آقای لشکری ظلم نگران کننده است، تبعیض نگران کننده است. تیتر 4 تا روزنامه نگرانت کرد؟ آقا من هر کاری کردم برای منافع شخصی خودم نبودم. با تمام احترامی که برای شما قائلم، ولی ساده انگاری تو همچین مسائل اشتباه بزرگیه. بهونه دست دشمن ندادن تکلیفه. والله که رضای خدا هم در مصلحت نظامه. مردک مهر بزن به این دهن. مصلحت نظام یعنی عدالت، یعنی دفاع از مظلوم.